برای حاصل فراوان و خوش‌صفت و در تامین بازارهای استعمالی ساکنان با محصولات گوناگون کشاورزی سهم گذاشتن، این باید پیش از همه زهبور و زهکش و جوی کانال ها را سری وقت تازه نمود. در ناحیه کوشانیان طبق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه سالی روان 10 کیلومتر زهبور و زهکش و جوی کانال ها تازه کرده شدند. ولی متاسفانه امروزها باز هم مشاهده می شود که در حدود جماعت های دهاتی آن صدها کیلومتر زهبور و زهکش و جوی کانال ها سالیان زیاد باز تازه کرده نشدند. با اندیشه متخصصان ساحه کشاورزی تازه نگردن زهبور و زهکش به آن باعث می گردد که دهقانان حاصل کش کرده و خراجات کرده خویش را به دست آوردن نمی توانند. یکی از عامل‌های اساسی رشد ساحه کشاورزی و بلند برداشتن حاصلناکی همه گونه زراعت این سری وقت تازه کردن زهبور و زهکش‌ها و بهتر گردانیدن حالت ملراتیوی زمین‌های کارام به حساب می‌رود. در این سمت طی سال‌های اخیر با توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و تطبیق برنامه‌های دولتی و لایحه‌های سرمایه‌گذاری اقدام‌های زیاد عملی کرده شده، مساحت زمین‌های کارام زیاد می‌گردد. ولی متأسفانه تا هنوز مشاهده می‌شود که سری وقت تازه نکردن زهبور و زهکش‌ها باعث بلند گردیدن سطح آب زیرزمینی، شورشوی خاک و عموما از گردش دور ماندن زمین‌های کارام بگردد. چون این حالت را در جماعت‌های دهات زرگر و ثروت استقلال ناحیه کوشانیان مشاهده نمودیم. با گفته ساکنان محل این زهبور و زهکش‌ها بیش از 10 سال می‌شود تازه کرده نشدند که آن باعث زیاد گردیدن سطح آب‌های زیرزمینی شده، حاصلناکی قطعه‌های نزد حولگی و میدان‌های کشت اکثر خوجگی‌ها را پس گردانیده است. این هم در حالی است که سال سال اهالی مملکت زیاد و طلبات با جای کاری و محصولات غذایی به مراتب افزوده ایستاده است. به اندیشه متخصصان پر شدن زهبور و زهکش‌ها از جانب دیگر سبب جمع شدن حجم زیادی آب شور در مرزهای کشاورزی می‌گردد. طبق اطلاع اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در حدود ناحیه کوشانیان در مجموع 810 کیلومتر زهبور و زهکش موجود است که از این 147 کیلومتر در موازنه اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری و 663 کیلومترش در موازنه خوجگی‌های دهقانی قرار دارد. ولی به گفته مسئولین متاسفانه قسمت زیاد زهکش‌هایی که به خوجگی‌های دهقانی تعلق دارند در بسیار مورد سالها باز تازه نشده به چنین حالت ناگوار مبدل گردیده که این هم برای ساکنان و کشاورزان در همه شکل‌های خوجگیداری ضرر کلان می‌رساند. پس از تجدید ساحه کشاورزی و به دهقانان واگذار کردن استفاده زمین‌های کارام، اگر از یک جانب باعث استفاده مقصدناک زمین بلند گردیدن حاصلناکی و به این واسطه بهتر شدن شرایط روزگار ساکنان گردیده باشد، از طرف دیگر با چنین به مسئولیتی خوجگیداران البته در نظر داریم آن خوجگیدارانی را که زمین‌های زیاد را صاحب گردیدند نه تنها فایده‌ناک بودن استفاده زمین زیر سوال میماند، بلکه تاثیر منفی آن به دیگر زمین‌های کارام اطراف، قطعه‌های نزد حولگی ساکنان و در مجموع محیط زیست نیز میرسد. مقصد از تشکیل خوجگی‌های دهقانی این هم در آن بود که زمین ثمرناک استفاده شده، حاصلناکی محصولات افزایش داده شود، نه اینکه زمین‌های کارام و حاصلخیز با چنین حالت تبدیل داده شود. هدف از پیشنهاد مطلب مذکور در آن است که مسئولین با خوجگیداران به این مسئله توجه بیشتر ظاهر کرده راه‌های حل مشکلات موجوده را پیدا نمایند، زیرا توسط بهتر کردن حالت ملراتیوی دوباره به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های وسیع امکان می‌دهد که صدها نفر ساکنان محل در جاده خوجگیداری مشغول کار گردیده توسط مهنت صافدلانه با به دست آوردن حاصل فراوان محصولات گوناگون طلبات بازار استعمالی را با انواع غذایی
ва корхонаҳои саноатиро бошад бо ашёи хом таъмин намоянд. умед меравад ки бо назардошти талабот бо ҷои корӣ ва маводи озуқаворӣ ин заҳбуру заҳкашҳо давра ба давра тоза карда шуда ба ин васила заминҳои аз гардиши кишоварзӣ дурмонда аз нав дубора мавриди кишту баҳрабардорӣ қарор мегиранд. худойдоди раҷаб, абдурозиқи раҳмон, улуғбеки карим барои барномаи ахбор.